سوال دیگر، یک زن خویشمان از همین ویروسی حاضره وفات کردند. شب جمعه دیدن که در بالای قبرش آتش هست. بعد گفتن شخصی شهید هر شب جمعه همین خیلی بالای قبرش آتش می شود. آیا این حقیقت دارد؟ یعنی این کدام برادر این سوال داده است یا خواهر این سوال؟ این در دوره های همون پیش، حتی هم دوره های حکومت سویتی بگیم، همین گپ ها بود که بالای قبر فلانی را دیدیم که یک آتش می سوخت. این گویا دلالت بر همین میکرد است که وای از دنیا شهید گذشت. نه، این گپ یگان اساس ندارد. این برادر عزیز کسی این سخن میگوید، اگر همیرا برای مردم فتوا کرده تید، وای در پیش خداوند گناهگار است. برای همین این کسی از این بیماری هم که میگذرد، خواهرها و برادرای عزیز، یعنی برای اونها یک مرحمت خدا شید، برای اونها یک ترحم خداوندی شید. از الیاس این جای خفگی و جای ملالی هم ندارد، لیکن بالای قبر او گویا یک نوع آتش یا شمع بسوزد و او را بعد شهید گویند. این بالکل خواهرها و برادر عزیز نادرست است و هیچگاه این سخنم به زبان نیاریم. برعکس این فتوای مرا شنیدین، این را به گوش مردم رسانین که انا درستش اینه. خب اینجا در گفتن تراویح را زنکا هم میخونن. بله، زنکا هم میخونن. هیجامه کردن هم درست است. اینجا گفته از هیجامه کنیم درست است، یعنی خون گرفتن در ماه رمضان هم اگر ما مثال بگیریم هم این هم مقصد درست است، یگان باکی ندارد. درباره هیجامت معلومات میدادید. یعنی هیجامه را برادر عزیز میدونید شما که یعنی خون گرفتن. از سرامون میگیریم، از پیشانی هامون میگیریم، از رخسارها میگیریم، ببینید از پشتا، از پای هامون میگیریم. یعنی چندین موضوع های هست که یعنی از همونجا هیجامه میکنن. من حاضر از حدیث های پیامبر در باب هیجاره و شما میخوانم برادر عزیز. یعنی این کتاب الترغیب و الترهیب من الحدیث شریف از جناب حافظ انا گویم از حضرت امام منذری، این کتاب الترغیب و الترهیب شد. بسیار خدا رحمتش کنه، محنت‌های زیاد کرد. بسیار هر یک مسئله را، هر یک موضوع ها را با حدیث ها و با آیت ها مقصد آورده رسانده است. اینجا میخوانیم حدیث از عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم این کان فی شیء مما تداویتم به خیر فالحجامه. رواه ابو داود و ابن ماجه. ابو داود در کتاب تیبش و ابن ماجه هم در کتاب تیبش آورده است. یعنی از جناب ابو داود و ابن ماجه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که اگر گفته است شما خواهید که سلامتی تان برقرار کنین، اگر شما خواهید که همون دردهایی که شما را ناراحت کرده دور کنین، از هیجامه در دیگر بهترین طبابت گفته است وجود ندارد. یعنی تمام دور کننده همه دردهای شما این هیجامه است گفته است. هیجامه کنید گفته است. برای این نفرهایی که هیجامه میکنن برادر عزیز شما ببینید که خیلی آدمای مقصد بگیم گفتی تاجیکای ما خسکی نباشن، یعنی آدمای تجربه دار باشن، آدمای بگیم که با این مسئله را خوب میدانستگی باشن، تا برای روزگذرانیش یا برای مثال زندگی مجبورش که باشه دیگر ندانه که طرز هیجامه چخیلی چگونه مقصد همون انا خونه باید ای کجا بگیری، برای کدام درد و هر یک درد به خودش با نقطه های خود چه دارد.
همین دام احتیاط کنین. خیلی کمی پیش یک طبیب دکتر میرین، شما بینید که پیش هر دکتر نمیرین کو. نگاه میکنین که چقدر تجربهش زیاده، علمش زیاده، فهمیش زیاده، همون دام مراجعت میکنین. همین حجامه هم همین خیلی. حدیث پیامبر را فهمیدیم که بهترین طبابت این حجامت است گفتن. دیگر حدیث باز از زمین حضرت امام ابو هریره اخبرنی ابو القاسم ان جبرائیل اخبره ان الحجم انفع ما تداوى به الناس رواه الحاکم. جناب امام حاکمی حدیث آورده است، گفته است که پیامبر نازنین جبرائیل خبر داد که با امتات بگو که یعنی حجامه این چی است؟ از همه در نفعش، از همه در فایده زیاد برای سلامتی امتت انمی حجامه داره. ولی در یک کتاب دیگر خوانده بودم که در شب معراج هم در وقتی که پیامبرمون به دعوت الهی رفته بود، ملائکه ها که از بس که پیامبر نازنین مون دوست می داشتن، اونها مقصد یک بگیم هدیه برای پیامبر چی گفتن؟ گفتن که امت بگو که حجامه کنن، یعنی برای برقراری سلامتیشون حجامه کنن. حجامه دور کننده همه مقصد بیماری ها های. ولی امروز در همین جامعه ما و شما هم بسیار های نفرهایی که حجامه میکنن بسیار هم. حتی رسما هم هست، رسمیش هم وجود داره. بعضی آدمایی که مثال پنهانی هم میکنن لیکن رسما و آشکاراش هم هست. برای همین این بسیار نفرهایی که من از آن جمله برادر عزیز خود ما مثال میارم، یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد بسیار حال منبت کردگی بود. تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف هم میگرفتیم در بالای سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین حجامه را خب بگیم متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیث ها، نزدشان رفتیم حجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا حجامه میکنه همون دردهاتون دور میشه. اکو مردم ما که در اطراف حجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای، این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها دا از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن، این مردم به همین چیز که سر کار داشت این در تاجیکستان ما چیزی نوای و بسیاری مردم میترسن. ولی دانیم برادرای عزیز که این با موافق حدیثایی که من خواندستم بسیار برای سلامتیتون خوبه، بسیار برای سلامتیتون نغزه و دایی خراجات هم کم ترکه، اون مبلغ زیاد هم در اینجا صرف نمی شود. حدیثی دیگر می خونیم. خب عن ابن مسعود رضی الله عنه قال حدث رسول الله صلی الله عن لیلة اسری به انه لم یمر على ملائ من الملائکه الا امره ان مر امتک بالحجامه رواه ترمذی. امام ترمذی هم برادرای عزیز این حدیث در کتاب طبش آورده است. همون سخنی که در بالا گفتم، یعنی پیش هر یک ملائکه که پیغمبرمون میگذشت امرش میکرد که امتو تا بگو که حجامه کنن. خب اینجا هم حدیث دیگر هم از ابن ماجه هم همون عیناً همون چیزی که گفتم همون هم باز اینجا تکرار هم با آورده است. دیگر حدیثی که اینجا آمده است جناب امام حاکم گفته است که پیامبر من گفت من احتجم ل17 من الشهر کان له شفاء من کل داء. پیامبر من گفته است هر کسی که هر ماه در چسله 17 اگر حجامه کنه از جمیع بیماری ها شفا می‌یابد. مقصد 17
ایتری ینور و فیورال و یورا نه، از ماهای هجری حساب کنید شما. این امروز 28 ذوالحجه، بین اینا پگاه 29 ذوالحجه. انا که از مثال که میبینیم این ماه 29 یا 30 مثال محرم میآید. محرم روز 17 ماه محرم اگر ما رفته مثال هجامه کنیم میگد شفا هست. ایرا امام حاکم آورده است. دیگر جناب امام ابو داود در کتاب تیبش آورده است که من احتجم ل17 و 19 و 21 کان شفاء من کل داء. حضرت ابو داود گفته است که پیامبر گفتند که شما هجامه کنین کی؟ انا گفته است یکم، 17، 19، 21. 17، 19، 21 همین ماه ها هر کدام روزش را که شما مقصد اگر همون روز را توانین از همین 3 روز در یک روزش خواه 17، خواه 19، خواه 21 شما رفته مقصد هجامه کنین. این هم گفت از جمیع دردها خداوند شفا تا میده. دیگر حدیث اذا واقف یوم 17 یوم الثلاثاء کان دواء الصنه. در اینجا گفت که اگر از نام پیامبرمون میاد در روایت دیگر میگه اگر 17 همون ماه در که تو هجامه کنی میرای اگر با در روز سه شنبه بیا، این گفت با فضیلتش از دیگر مقصد روزها با بالاتر و زیباتر میاد. اگر 17 با بس شنبه موافق بیا. خب دیگر حدیث اینجا یک حدیث طولانیه، من از بینش میخونم. میگه و فیها شفاء و برکه. در هجامه برادر عزیز پیامبر میگه هم شفا هست هم برکت است. دیگر و تزید فی العقل و فی الحفظ. گفت همین هجامه هم عقل زیاد میکنه هم حفظ آدم. حفظ مقصد چقدر آدم سرذهن میشوه اگر به شرطی که هجامه کنه. همچنان نور چشمش میگه روشن میشود. دیگر آمده است که واحتجموا علی برکت الله یوم الخمیس. پیامبر گفتن که روزهای هجامه روز پنجشنبه. واجتنبوا بالحجامه یوم الاربعاء والجمعه والسبت والاحد. نکه ای 4 روز گفته است احتیاط کنید همین 4 روز هجامه نکنید. چهارشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. برادر عزیز چهارشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. دیگر 3 روز دیگر دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبهش مقصد اجازت افتاد. بعد میارد میگه واحتجموا یوم الاثنین و الثلاثاء. دوشنبه و سه شنبه هجامت کنید. فانه اليوم الذي عافى الله فيه ایوب. زیرا میگه در این روزها خداوند حضرت ایوب شفا دادگی است. و ضربوا بالبلاء یوم الاربعاء. و گفتن حضرت که بلایی که به سر ایوب آورده بود روز چهارشنبه بود. یعنی از این حدیث ها چی فهمیدیم؟ هم ثواب هجامه را فهمیدیم، هم فایده هجامه را فهمیدیم، هم روزهای هجامه را فهمیدیم که انشاءالله من برای شما اینا در این بابم معلومات دادم. انا برای همون پیدا شدن گو یکم ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکم گفتن الله و رسول او را در مد اولین درجه محبت بر اینها باشد. بعداً شما هر نفری را و هر چیزی را که دوست می‌دارید او را
در جای دوم بگذاره. دوم و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. برای پیدا شدن لذت و شیرینی ایمان دوم چیزی که لازم بوده است، پیامبر نازنین ما گفت که این است که کسی را دوست می‌داری فقط برای الله دوستش بدار، فقط خاص به خاطر خدا دوستش بدار. برادران عزیز، حقیقتا دوست داشتن به خاطر خدا این بسیار یک دوستی بردوامه. این دوستی هست که با مال تو، با وظیفه تو بین بر گویم هیچ یک جهتی تو نظری ندارد. این دوست بسیار دوست خالص می شود، بسیار دوست بی‌ضرر می شود. از این لحاظ میگه کسی را اگر تو دوست می‌داری به خاطر خدا دوست بدار. اگر در بین دوستی تو مبادای اگر چیزی از دنیا پیدا شد، تو حلاوت یا شیرینی یا لذت ایمان نمیابی. دوست بدار کسی را دوست می‌داری از برای خدا. یک نکته نازک هم در اینجا هست که بین اولا کو پیامبر حضرت معاذ بن ابن جبل چی اینی احبک، حضرت خودش میگو کسی را دوست می‌داشت، میگو که ای فلانی، مثل حضرت معاذ گو من تو را دوست می‌دارم، من تو را دوست می‌دارم. پس سنت همینه، کسی را دوست می‌داری بگو که من تو را دوست می‌دارم. برادر عزیز، به خاطر قد و قامتت نه، به خاطر بچه فلانی و فی نه، به خاطر که تو در فلان کرسی نه، به خاطر که مرا مقصد مبلغ میتی یا که من حسابی تو نان و آب میخورم یا که تو پول داری، به این خاطر نه، به خاطر خدا دوستت میدارم. وقتی آدم یک کس اعلان میکنه که به خاطر خدا دوستت میدارم، این آدم برادر عزیز همیشه در نسبت او یک باوری بسیار کلانی را پیدا میکند. یعنی همیشه در گوشه خاطرش این میگذرد که من نفر دارم که یک روز پستی و سختیم که آمد با او من تکیه میکنم. برای همین برادران عزیز، دوست داشتن از برای الله هم بینید که لذت و کیفیت ایمان را تو پیدا میکنه. دیگر بزرگی همین دوست داشتن از برای خدا چیه؟ میگه روز قیامت الله را ببینین، خدای مهربان صدات میزنه، فریادت میکنه این المتحابون فی جلالی. بین اونهایی که در دنیا یکدیگر را به خاطر من دوست داشتن، مقصد قدم به پیش بگذارین، بیاین نزدیک من بیاین. برای چی؟ برای چی اینها را فریاد میکرد خدای مهربان؟ برای چی اینها را از بین خلق جدا کرد که کسانی که در دنیا از برای خدا مرا دوست می‌دارند نزد من بیایند؟ برای چی؟ میگه الیوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظله. او روز قیامت که بسیار روز دشواره، بسیار حرارت گرمیش دیگر او را درجهش هیچ کس نمیداند، مشکلات های او روز هیچ کس نمیداند. گو بیارین اینها را در زیر سایه عرش من جای کنین تا اینها از این مشکلات، از این سختی ها اینا احساس نکنن. لهم منابر من نور، اینها را مقصد آورده راستا نمانه، برای اینها منبرها بسازین ای نور. آل منبری چوب هست، منبری آهنی هست، لیکن منبری از نور برادر عزیز هیچ کس تصور کرده نمیتونه. منبرهای از نور بسازین، اینها را بیارین در بالای منبر بشنونین. اینا نفرای بودن در دنیا یکدیگر را به خاطر من دوست می‌داشتن.
سیوم چیزی که برای خواهرها و برادرات برای لذت ایمان کیفیت ایمان پیدا می شود چی بوده است؟ سیوم شب پیامبر نازنین گفتن که در و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله من کما یکره ان یقذف فی النار. پیامبر ما گفتن که سیمش این که وقتی که یک زمان تو جاهلیت داشتی، جهل داشتی، یک زمان مقصد ناسپاسی داشتی، دور بودی از یاد ما، از فکر ما، از ذکر ما، اکو زمانی که تو توفیق پیدا کردی، میل پیدا کردی، محبت پیدا کردی، وقتی که در تو بازگشتی به همون جهالت تو نادانیت آنچنان زیشت در نظر نمایان شود که چگونه یک آدم در آتش میپرتند چقدر ناراحت میشود، بازگشتی به سوی همون نادانی و جهالت اگر تو را ناراحت کند، انا اینم برای تو کیفیت و لذت ایمان پیدا میکند. من اینا در پیش از سوال و جواب ها برادران و خواهرای عزیز برای شما یعنی مفصلا بیان کردم. چیزی که در همین حدیث پیامبر نازنین ما بود من با پررگی به شما گفتم. خدا کند که هم پایبند شدن این سه چیز و هم پایبند شدن آن سه چیزی که با برای مخصوص پیدا کردن محبت پیامبر برای ما و شما عطا کند الله مهربان و خداوند همون لذت و همون شیرینه و همون کیفیت ایمان در ما و شما پیدا شود. حالا بین یک لحظه همون کیفیت لذت همینه که حاضر اگر برنامه ما یک ساعت هم که رود و شما با دقت گوش میکنین برای که همون لذت یا کیفیت ایمان در شما هست، یا ای که اگر تو در یک قرآن خواندن در آمدی دیگر بطاقت نمیشه بلکه خواندن میگیری، ورق زده خواندن میگیری، یا اگر در داخلی نماز در آمدی چقدر مثال تو با حضور دل میخوانی، انوا همش معنای او است که در تو کیفیت و همون لذت ایمان هست. خدا توفیق تون تیاد. میاییم به سری سوال هایی که در پیش منم. خب سوال دادن که آیا همه پیغمبران عرب بودن؟ برادران عزیز و گرامی، ما اولا عدد پیغمبرها را نمیدانیم، زیرا قرآن میگوید که ما بعضی از پیغمبرها را برای شما نامهاشون گفتیم، از حیات اونها آگاهتون کردیم، ولی بعضی از اونها را ما با شما قصه نکردیم. زیر لحاظ اولا برادران عزیز عدد پیامبر از نزد خداوند تا پیامبر آخر الزمان عددش معلوم نیست، فقط چی مقداری باشند، چند نفری که باشند ما به همه اونها ایمان داریم. همگی در قرآن 25 نام پیامبر یاد شده است، 25 پیامبر. باقی اونها را خدا گفت آلی من برای شما مقصد از نام اونها و از زمان اونها برای شما آگاه نکردم. ولی چند نفر همین پیامبرها عرب بودن، ما حدیثی که صحیح گویم از ابن حبان از با روایت حضرت ابوذر غفاری می آید، میگه 4 نفر بودن، یعنی 4 نفری از همین پیامبرها اینها
از زمره بگیم یا از یعنی ملت عرب بودن. یکی حضرت حود، یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دیگر حدیث ها هم آمده است. پنجم نفرش هم گرفتن که نام حضرت اسماعیل علیه السلام، گفتن این هم از زمره عرب ها بود. از این لحاظ این حدیثی که مقصد من در اول برای شما خواندم که 4 نفر اینها عرب بود، اگر چنده که در پنجمش گویم حضرت اسماعیل هم اختلاف ها هست، ولی انامین حضرت حود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینها ملت چون عرب بودند. دیگر باقی مانده اینها از همون گویم بنی اسرائیل بودند، یعنی از ملت یهود بودند. سوال دیگر، دو شخص گناه یا زنا میکنند، یکی از آنها پیش خداوند توبه کند، خداوند اگر بخشد در این حالت گناه شخص دویمم بخشیده می شود یا نه؟ اگر دو آدم یک جا هر گناهی را که کردند، هر معصیتی را که انجام دادند، اگر یکیش توبه کرد همون گناه یکیش بخشیده می شود. برای هر یک نفر بین من از جانب یک کس دیگر عبادت کنم، عبادت من قبول نمی شود. از جانب یک آدم دیگر اگر توبه کنم، این توبه مرا خداوند قبول نمی کند. هر یک انسان باید از جانب خودش توبه کند. هر یک انسان از جانب خودش باید عبادت کند. برای همین این نفرهایی که دو کسی که مبتلای گناه شدن، هر کدامشون باید علاهیده توبه به سوی الله کنند. سیوم دیگر سوالی که آمده است، در وقت سجده پایها با هم چسبیده باشند یا نه؟ ضرورت ندارد که شما وقتی به سجده میرین در حالت سجده باید پای شما چسبیده باشد. یعنی شما وقتی که رفتین شما میدانید که در حالت در قیام ایستادنمان، راستا ایستادنمان، پایهای ما و شما موافق مذهبمان باید 4 انگشت باشد. اگر در 4 انگشت یگان حرج پیدا شد، بگذار یک وجب باشد. مثل قول حضرت امام شافعی، یک وجب باشد. در یک وجب یعنی آدم برادر عزیز، یعنی هیچ وقت حرج نیست، نه از جهتی مثال بگیم مسافه نزدیک بودنش، نه از جهتی مثال کشادیش. و این حضرت امام ابو حنیفه همین 4 انگشت از زمره عبادت شمارید است که یعنی در او خشوع، انامون خشوع، انامون شکستگی، انامون تضرع را میگه، انامون حالتی که قدم ها بینش 4 انگشت زیاد نباشد. حالا شما در پیش یک آدم وقتی فیرادت میکند، راستت میکند، سیاستت میکند، بعضی ها پاهاتون مقصد قریب یگان 70-80 سانتی متر کشاد میمونی، در پیش همه آدم همین خیل مانده میتونی. برای همین مذهبی خودمان برادران عزیز و گرامی که همین را معین کرده است، شما همو خیل گذارید. و وقتی که در مقصد سجده هم که رفتین، باید همون بگیم سرهای انگشتای پاتون در زمین چسبیدگی باشد. یعنی باید دیگر نه چسبان. بعضی آدم ها می چسبانند، بعضی آدم ها از زمین می بردارنش. از زمین برداشتن در کار نیست. همون موافق مسافه‌ای که گفتم 4 انگشت، همون مقدار در زمین می قپین با نوک انگشتاتون مثال سجدتون میکنید. طریق درستش انا همینه. سوال دیگر، یک زن خویشمان از همین ویروسی حاضره وفات کردند. شب جمعه دیدن که در بالای قبرش آتش هست. بعد گفتن شخصی شهید
هر شب جمعه همین خیل بالای قبرش آتش می شود. آیا این حقیقت دارد؟ یعنی این کدام برادر این سوال داده است یا خواهر این سوال؟ این در دوره های همون پیش، حتی هم دوره های حکومت سویتی بگیم، همین گپ ها بود که بالای قبر فلانی را دیدیم که یک آتش می سوخت. این گویا دلالت بر همین میکرد است که وای از دنیا شهید گذشت. نه، این گپ یگان اساس ندارد. این برادر عزیز کسی این سخن میگوید، اگر همیرا برای مردم فتوا کده تید، وای در پیش خداوند گناهگار است. زیرا تمام صحابه های پیامبر همش درجه و مقام شهادت بردگیند. کبرین در همون مکه مکرمه یا مدینه منوره یا در شام شریف یا در عراق، در کجایی که این اصحاب پیامبر گذشتند، در بالای قبر هیچ کدام اینا یگان نوع آتش نمیسوزد. اگر با سوختن آتش ثابت میشد که اینها شهیدن، قبر همه اینها بالاشون مقصد همون آتش ها افروخته می ایستادند. برای این گپ ها اصل ندارد. شهید البته هر کسی که شهیدها یعنی در حدیث ها آمدن، علاوه خصوص اگر از همین بیماری ویروس، از همین بیماری کووید 19 بگیم، اگر انسانی که از دنیا بگذرد، یعنی پیامبر ما گفتن هم کفارت ای، هم گناهاش بخشیده می شود و هم شهادت ای، هم درجه می برد، هم مقام می برد. برای همین این فضل الهی ای، این عطیه خداوندی است که وقتی بندش با همین بیماری از همین دنیا میگیره. این هر کدام ما برادری عزیز یک روز پسه، یک ماه پسه، یک سال پسه مقصد میگذره میریم، ولی ممکن این درجه و مقام ما شما نیابیم. برای همین هر کسی بیماری با بیماری مبتلا می شود، غیر کووید 19 هم وقتی بیمار می شود، هر روزش ولی بینین هر روزی بیماری او میگه مثل کوی احد که یک کوی کلانترین است، میگه تمام خطاها و گناهاش سوخته نابود می شود. برای همین این کسی از این بیماری هم که میگذرد، خواهرها و برادرای عزیز، یعنی برای اونها یک مرحمت خدا شید، برای اونها یک ترحم خداوندی شید. از الیاس این جای خفگی و جای ملالی هم ندارد، لیکن بالای قبر او گویا یک نوع آتش یا شمع بسوزد و او را بعد شهید گویند. این بالکل خواهرها و برادر عزیز نادرست است و هیچگاه این سخنم به زبان نیاریم. برعکس این فتوای مرا شنیدین، این را به گوش مردم رسانید که انا درستش اینه. زیرا باز میگم که اگر با سوختن آتش انسان شهید بودنش ثابت میشد، ولی این مکه و مدینه مثال دیگه بگیم چراغ هم در کار نبود، همه قبرهاش مقصد بالاشون روشن بود و بالاشون آتش میسوخت. سوال دیگر، مادرم از سبب بیمار بودنش نمیخواهد که به حج روم. من و زنم میتوانیم پیش از مادرم به حج رویم و مبلغی که برای حج مادرم گذاشته میتوانم با برادر یا خواهرم برای کمبودی خانه اشان بدهم. یعنی این برادر ما را مادرشان بیمار است و مقصد امکانیت یا قوت رفتن حج ندارد، ولی آیا این فرزندها کلین میتواند که مقصد حج کنه؟ البته میتونید. شما از مادرتون یعنی دعای نیک بگیرین. اصلا حج به گردن کسی هست که او مالش
به همون حج میرسه. یعنی این مادرها و پدرهای ما از بس که مالدار نیستن به گردن اینا حج فرض نیست، فقط این یک جوانمردی یا حرمت فرزنده هست که پدر و مادر حج روان میکنن. لیکن اگر پدر و مادری که از رفتن حج یعنی نخواهند دست کشند، اگر شما بگین اولی تو پدرم نرود تو مادرم نرود و شما مقصد سالها گذره و به همین خاطر اگر حج نروین، شما پیش خداوند جوابگرین. برای همین حج در گردن شما فرضه، در گردن پدر و مادر نه. پدر و مادری با عقل باشد، بچه اکش دعا میتم میگه بچه من نمیتونم مقصد یا خواهش ندارم رفتندن، بچه اک در قطعی همراه کلین دعا بوده بروان حج کنن بگردن بیاید. و آن مبلغی را که دادر عزیز تو برای مادر جدا کرده و در دست مادرت بوده. مادرت خواهرت میتاش، برادرت میتاش، در خودش صرف میکند، او دیگه مالی ویه. یا اینکه با اجازت مادرت مثال میپرسی این مبلغ برای حج تو است مادر اجازت میتی که امیر خواهر ما بتم یا برادر ما، اگر اجازت که داد تمام برده میتی انشاءالله اینش هم برای تو برابر حج انشاءالله ثواب میگیری. خب سوال دیگر، من مهاجرم، در بانک یک مقدار مبلغ دارم، آیا فایز مبلغم رو گیرم حلال است یا نگیرم؟ ما چند بار گفتیم که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشتن مبلغاتون و از فایز اونها بگیم شما استفاده بردنتون درسته، یعنی این به ضرر شما نیست. برای همین همون حدیثی را که مذهب خودمان ای جناب حضرت مکحول که یکی از عالمان تابعین بود که گفتم برای ما و شما که یعنی اون مال را که شما با همراهی آدمانی غیر مسلمان در ملک غیر مسلمان وقتی معامله ریبوی میکنین، معامله مثال با فایز میکنین، وای گناهی به شما ندارد. یعنی این اجازت های خواه مثال پولی نختش میگیری یا خواه مثال شما در اونجا خانه میگیرین، خواه مقصد یگان ماشین میگیرین، خواه لوازمات خانه را میگیرین، یعنی همین معامله با اون مردم برادران و خواهران عزیز اجازت های. خب در خانه یک روز باغبانم، درختای میوه دهنده دارد، خانه‌دار در خانه نیست، من می توانم به اجازت از همان میوه ها استعمال کنم؟ این برادر ما در کدام آدمی روس باغبان بوده است، یعنی در نبودن همان بگیم صاحب باغ، همون مرده که روس، آیا من میتونم از میوه ها استعمال کنم؟ نمیتونیم برادر عزیز. شما از صاحب باغ بپرسین که مقصد من در همینجا کار میکنم، یک روز ممکن 10 میوه ترا 20 میوه ترا مقصد استعمال کنم، آیا برای من اجازت میتی یا نمیتی؟ اگر اجازت داد اجازت نداد برای تو حرامه. اونم جا غلطیده در زیر درخت میپوسه و ویران میشود، حقی خوردنش نداری. برای همین برادرای عزیز، شما وقتی که در همون باغ ها کار میکنین، در خانه های همون ها کار میکنین، آب روی مردم مسلمان نریزانین، آب روی مردم این تاجیک نریزانین. اون مردک برادرای عزیز اون قبه فهمی نیست که تو میوه را بخری و نفهمد، یا در خانه او کار کنی او هر یک قدمی تو را میداند. بسیاری از برادران من در اون سفرهای روسیه بودم، برای ما گفتن که در خانه هاشون ما را راه دادن، حتی باور کردن دیگر همه درها را کشاده ماندن. لیکن همین بعضی از تاجیکای بسیار بگیم احمقی ابلهی بدبختی ما با زنهای همونها با دخترای همونها دست درازی کردن که عاقبت مقصد در دست افتیدن، شرمنده شدن، روسیا شدن. همون مردکا مقصد
بعضی هاش ابدی دیگر از همو روسیه پیشون کردن. اونها میدانید شما را به خاطر چی باور میکنن؟ به خاطر یگان سر سیکه و به خاطر یگان کار، به خاطر مسلمان بودنتان که اینا مسلمانن. اونها در گرد مردم مسلمان تصورات دارن، اونها خواندگی هن. رنگ تو ابله بی سواد نیست. اونها خواندن که مردک مسلمان هیچ وقت در چیز یک آدم، در زن یک آدم، دختر یک آدم هیچگاه نگاهی بد، نیتی بد ندارد. یعنی مسلمان یک آدم بسیار پاک و تازه و بی خیانت اونها میشناسند. لیکن تو انسان افلاس انمو قیمت و قدر آدمی مسلمان در پیش اونا پس میکنی. بسیاری که همون زنها را گرفتین و یک ماه و 2 ماه استفاده کردین و پرتافتین، حاضر ای رنگ نمود تون بیزارن دیگه. حتی بزنی در شما داخل میگن شما یک مردمی دروغگو یا مردمی شیطانی. برای همین برادرای عزیز، در کجای کار میکنین نمیکنین، خوجیناتون کدام ملتی هست نیست، یک میخی همون مرده که به اجازت نگیر. بگذار اگر چنده که در بالای تو مثال دروغ میکند، در بالای تو یگان ظلم میارد، تر خدا عقل داده یا از کارخانهش ببرا بره یا قانون قاعده است از بالاش چیزی بنویس تا حق تا طلب کو بگی. لیکن این خیلی نمیشود که تو از مالی او از چیزی او مثال دزدی کنی و همه را مقصد بدنام کنی. یک قصه یادم آمد، حضرت عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک برادرای عزیز این استاد گویم پدر امام بخاری است. امام بخاری این خودش نامش محمد بود، پدرشان اسماعیل نام داشت. این عبدالله ابن مبارک بگیم پیری پدر امام بخاری یعنی پیری حضرت اسماعیل بودن. انامین مبارک برادرای عزیز خودی مبارک عبداللهش نه، میگه یک نفر باغبان گرفتش، باغبان قبولش کرد. وقتی آورد نشانش داد گفت نمی گکتری زمین نمی باغ همش از منه. در همین جا گفت کاری تو زمین دای میگردانی، نودای درخت تازه میکنی، آب میتی. گفت انمی وظیفه تو ای و هر ماه مقصد مبلغت بگذار مثال 5000 سامانی. شرطنامه را کردن. وقتی میوه بود میگد که این صاحب باغ آمد، رفیقاش گرفت و گفت بیا که من یک باغی بسیار زیبا دارم، انار باغ دارم، بریم که انار میخریم. وقتی آمدن نشستن مبارک فریاد کردن او مبارک بیا. دید که درختها همه مقصد سیر میوه، زمین ها همه زیبا و خوب. بعد گفت مبارک گفت اکو توقع بگیر، برای قدر انار شیرین من بیار با یار رفیق من ما مقصد این قدر انار خری کنیم. میگه رویه توقع در انار آورد. هر اناری که میکشوین همش ترشه، شیرین نیستن. بعد میگه صاحب باغ گفت مبارک گفت من تو را گفتم انار شیرین بیار، تو انار ترش آورده. آی دایی درون من هم انار ترش دارم هم انار شیرین، تو ای انارای شیرینش بیار. مبارک گفت من نمیدانم که کدام درخت این شیرینه کدام این میوهش تلخه. گفت تو در همین جا سال کار کردی، مقصد در درون همین میوه های هر روز، تو آیا نمیدانی که مقصد کدام شیرینه؟ آیا یگان میوه مرا نخورده؟ گفت قسم به بزرگی الله مهربان تو مرا به گردنم وظیفه گذاشته که فقط زمین ایرا من باید دای ملایم کنم، نوده هاشا بزنم و آب بتم و از دزده ها مقصد من ایرا پاسبانی کنم. مرا نگفتی که تو از میوه هاش حق داری که بخری. این صاحب باغ میگه با دلش گفت که الحمدلله که مرا خدا داد. یک آدم مقصد من باغبانم شده است که ببین به اجازتی من یک انار نمیخورم.
انا مسلمان برادر عزیز، از یک آدم میاری در باغت میمانی، از فایده ای که تو میبینی از فایده تو دا او فایده زیاد میبینم. همه روزی دراز دزدیده مقصد و این طرفش را میفروشه، این طرفش را برده ذخیره میکنه. اگر با بپرسیش میگه الحمدلله مسلمانم. اگر بگوی روی تواری مسلمان سیاه کنم به نام خدا ثواب میگیری. نه تنها در باغ، در یک مغازه یک کس باور میکنی میاری میمانی، چقدر خیانت من میکنن. 4 مال گوسفند میکنی خیانتت میکنن. در زمین زراعت میکنی خیانتت میکنن. برای همین بسیار یک افسوس ده، افسوس که برادرای عزیز میگد اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. ما خودمان بدبختیم برادرای عزیز. ما بسیار دینی پاکه، بسیار یک دینی تربیه میکنه آدم. عبدالله را حضرت مبارک بین میگه با دلش خرسه شد گو الحمدلله رب العالمین که چی نفری خوبی را مقصد خداوند برای من لایق دید. بعد میگه پرسیدش زن داری؟ گفت برادر عزیز گفت من یه آدمی هستم که این همی فقط معاشی از تو میگرفتگی را، من نه خانه دارم، من نه شرایط دارم که من زن بگیرم. گفت خواهیشت زنگیری ده هست؟ گفت حضرت یک چیزی را میپرسی که انا هر یک آدمی با فهم و با عقل اگر باشد کی را زن نمیفارد؟ گفت خواهش دارم لیکن دست اینا رسا دارم. میگه باغبان گفت که برای تو انسانی که اینقدر انصاف داری، اینقدر ایمان داری، تو مسلمان حقانی که هستی، من اگرچه یک آدمی دولت دارم لیکن دختر محمد در نکاح تو میدارم. نکاح کرد، میگه دخترش دادش. از همون دختری همین مرده که باغبان انامین عبدالله پیدا شد. یک عبدالله که برادرای عزیز، این عبدالله با شاگردای حضرت امام ابو حنیفه بود، یعنی صاحب مذهب خودمان، ولی در عالم مشهور حضرت عبدالله ابن مبارک. تصور کنید که اینها پدرشان استاد امام بخاری است، خودشان استاد امام بخاری است. از رحم و دیانت و پاکی مبارک ببین چی فرزنده آمدن. اولیا که ای سبب های انامین فرزندهایی که امروز در ما و شما که همیشه پیوسته ما و شما را آزار میتن، ناراحت میکنن، هیچگاه روزی خوش نداریم، انامین ای حساب انامین خصلت ها و ای حساب انامین لقمه های شبه آورمون هست. برای همین دادر عزیز هیچگاه شما با اون مردم بسیار معامله خوب کنید، با اون مردم بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تی، با همون لفظی خودش سلامش بتی. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنید. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه، شما در ملک همونایی، در وطن همونایی. گفتی همین تاجیکای ما در نان یوا شما شریک شدگی. برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنه. خب سوال دیگر، وقتی با مردمی غیر مسلمان ضرر میرسانیم روز قیامت حق دعوا کردن دارن یا نه؟ یعنی مردمی غیر مسلمان وقتی ما ضرر میتیم البته حق دعوا دارن. یعنی خدای مهربان از ثواب ما کم میکنه، از اجرهای ما کم میکنه.
برای آن که ما مردم غیر مسلمان یکی از پیشرفت کردن در اسلام هم با غیر مسلمان مناسبت خوب داشتن. تو برای آنه که مردم غیر مسلمان اسلامی را قبول کنند تو باید با او آزار نتی، باید حرمت کنی، به قدرش برسی. ولی بعضی ابله‌ها و بعضی احمق‌ها با فتوا برآوردگی هستند که اونا مسلمان نیستند، مالی او را بزنین، مالی او را بخورین، خودشون بکشین. کسی این گپا را میگه برادرای عزیز، یکمش اینها قبول نیست، دویمش که هیچگاه این سفسطه ها را قبول نداشته باشین. شما کسی را هم کشتین هم در خون او شما البته جوابگرین. و حال همه مردم ببینید که حال همه مردم تباه میکنین با این خصلت ها و با این رفتارات ها. خب دیگر سوال، زادروز را در اسلام قید کردن چی حکم دارد؟ اگه در اسلام زادروز قید کردن نیست برادر عزیز. یعنی من روزی که تولد شدم همون روز قید کنم، از نگاه دین این با دین بگیم یگان ارتباط نداره. ولی فقط اینا در عادتهای امروزه، در عرفهای امروزه هست که روزی تولد یا خود ما یا از خانم ما یا ای فرزندان ما قید میکنم، ولی با دین ارتباط نداره. ایرا در دین نسبت نتین. اسلام هیچگاه ما و شما را برای قید کردن زادروز یگان امر سپارش دادگی نیست. دیگر، دزدی در اسلام چه حکم دارد؟ خواهش میکنم با حدیث ها پرتر فهمانید. شما سوره مائده را بینین، و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما، یعنی سوره مائده آیت 38 را بینین برادرای عزیز. یعنی دزدی خیلی عمل زشته، خیلی عملی بده. از همین لحاظ هست که دزد در شریعت در سوره مائده آیت 38 یعنی حکمش بریدن دست شبی. اکو حکم خداوندی را بین که وقتی یک یا دو یا 10 دزد را دستش میبرند در نزد عامه مردم، یک جامعه کلان از خطر اینها در امان میمانند. برای همین جزای بسیار واضبین معین شدگی است که یکمش آدم بگیم از همه عضوی که برای او بسیار مهم و درکار دست شد. برای همین برادرای عزیز این خیلی گناه وزنی هست که خداوند حکم مثال با بریدن دستی وی میکنه. و البته دزد در حدیث ها وقتی من خواندم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبرمون میگه وقتی که آدمی که زنا میکند با وی گمان میکند که وی مؤمن است، یا آدمی که هرگاهی که دزدی میکنه او گمانش همینه که وی مؤمن است، یعنی میگه این گمان نکن. زمانی که تو دست به دزدی میزنی، دست به مال یک آدم بیگانه میزنی یا خودی میزنی، تو در او زمان مؤمن نیستی، تو در او زمان یعنی مسلمان نیستی. برای همین این هم بسیار یک خصلتی بده، بسیار یک خصلتی رذیله. بسیاری از زندگی ها برادرای عزیز امروز من میبینم بسیارش میگن که وقتی زن ما نمیاریم خانه، یعنی تهمت نه، اگر بعضیاش تهمت هم کنن ممکنه، ولی بعضی هاش بگیم با فکتا و با حجت ها معین میکنن که خانه میاد مقصد دست به دزدی میزنن. حتی به سبب بعضی زندگی
вайрон шуданошон аз ҳисоби дуздиёшон аст. аз ҳамон хона баъзе ашёи хонаро медузданд. барои ҳамин хулас дуздӣ бисёр як амали зиште ҳаст ки ҳатто ҳукмша ба ояту бо ҳадис мо шумо дарк кардем. дигар савол: дар маҳбас хайр кунӣ ҷоиз аст ё на? гуфтанд ки агар дар зиндонҳо хайр кунем иҷозат аст. албатта иҷозат аст. хайр барои мисол садақара мо гуфтем ҳамин закот набоша, садақаи фитр набоша, дигар ҳар садақае ки дорем хо мусалмонай хо ғайри мусалмонай битенаш пеши худованд савоб мегирем. барои ҳамин дар маҳбас ҳам бародарои азиз ҳамун ҳам бародарои мо шумо хай баъзе хато карданд, камбуд карданд, мисол ҳамун ҷазошона бояд бигиранд, вале иншоаллоҳ худо умеда ки бисёрш мебироям бо бубин чӣ қадар дар онҳо беҳбудиҳо ҳам ҳаст. барои ҳамин моҳо дар ҳамун маҳбасҳо ҳам ки агар бурда хайрам ки кунем иншоаллоҳ савоб мегирем. устодҷон мегуфтед ки имом абу ҳанифа вазифаи судия ё қозигиро қабул накард. ягон монегии шариатӣ дорад? яъне ҳазрати имом абу ҳанифаро вақте халифа мансур гуфташ ки ту бояд ки қозии ман бошӣ. қозӣ ба маънои бигем ки яъне имрӯз ҳамун судияро мегӯянд, ҳукм содир мекунад. яъне як одама ҳукм мекунад ё ҳукми одилонай золимонай аз ҷониби ҳаминҳо мешавад. ҳазрати имом абу ҳанифа гуфт ки ман ростӣ гуфт ана лаёқати ҳаминро надорам, яъне ман сазовори ҳамин қозигӣ несту, ман илмам ба инам намерасад. халифа мансур гуфт ки ту дурӯғ мегӯй. ана гуфт бо беҳтарин гапа шумо задем. бо замоне ки ман дурӯғгӯ бошум оё ман сазовори қозигиро дорам? яъне одами қозӣ судя бояд дурӯғгӯ набошад, бояд дурӯғ нагӯяд ва ҳукмаш бояд одилона бошад. зеро ки дар ҳаққи як одам зулм кардан ё ҳаққи як одама поймол кардан, бародарои азиз, ин бисёр гуноҳи вазнин аст. се гуноҳе ҳаст ки бисёр гуноҳи вазнин аст. якаш ҳамин аст. барои ҳамин ҳазрати имом абу ҳанифа гуфт ман қабул надорам. ҳатто медонем ки абу ҳанифа, бародарои азиз, вақти халифа мансур қалама додаш гуфт биги ҳамира гуфт тез кун, мақсад ай дасти мубораки ту як қалам тез кун дар пешаки ман ҳамчун табаррукан бошад. гирифт қалама мега тез карду дар дасти подшоҳ дод, яъне халифада дод. баъд аз он гуфт ҳамура мехоҳам як бори дига дастум дабте. гирифт доду, гирифт қалама шикаст. гуфт чӣ кор кардӣ? гуфт шуморо ҳукмтон воҷиб буд, шумо амр кардем, ман қалама тоза кардум додум. лекин алҳол шикастмаш ба хотире ки мабодое яке бо ҳамин қалами ман тезкардагӣ ягон қонуни нодуруст ё ягон ҳукми ноодилонаро нанависӣ ки ман дар гуноҳи ту шарик бошам. зеро худо дар қуръон гуфтааст ки вала таавану алал исми вал удвон, якдигарта дар гуноҳ ёрдам накунем. яке дар гуноҳи ту манам ёрдамчӣ нашавам, гуфта гирифт шикаста. аку ӯ кори абу ҳанифа ба худи абу ҳанифа бародари азиз. ӯ қозигиро вай қабул накард ба хотире ки аз охираташ тарсид, ба хотире ки дар ҳаққи ягон одам зомин нашавам, ба хотире ки фардо мақсад гиребони маро нагираду бигӯяд ту дар дунё чӣ кор кардӣ, чаро мисол дар умри ма, дар ҳаёти ма ин қадар зулм кардӣ, чаро ҳаёти маро табоҳ кардӣ? оё барои ту зану фарзандот ширин буд, барои ман зану фарзандом ширин набуд? чаро маро аз гирди онҳо, аз пеши онҳо дур бурдӣ? чаро? ҳазрати имом абу ҳанифа ира андеша кардан, бародари азиз. барои ҳамин вай гӯем ки инҷа да ягон дар шариат ягон хиёнату ягон залал наовардан,
برعکس شریعت همین را جانب داره که احتیاط کنید در همین مسئله. زیرا برای یک انسان مقصد با این حالت بردن، میدونید که پیامبر گفت من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که اگر رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. تو میدونی که در غضب خدا مبتلا میشوی. به این خاطر حضرت از قاضیگی دست کشیدن، حتی بین که او را به قتل رسانید، زهرش دادن، ولی قبول نکردن. حتی تقوای حضرت ببینین، تقواش، دینداریش. ولی بعضی آدما میشینن باور کنین حیران میشه در همین امروزه که بگیم ده نفرای امروزه که میشینن بعد چی میگه؟ همین ابو حنیفه میگه دامیجا چی کرده کو؟ خطا کرده کو؟ اینه یه حدیث انا ابو حنیفه حدیثای ضعیف داره کو؟ امام ابو حنیفه برایش کار میکرد کو؟ یک خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه همسایه شای. یک خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه در همین بازار یگان دکاندار ای. تماما حرمت، تماما اهمیت، همه علامت ابلهی ای، علامت جاهلی ای، علامت یعنی است که از حیات پرسعادت یعنی که نخوانده ای تو نمیدانی در گردی چی گپ ای. همون چار بگیم پیرهای احمقی که همین حضرت سنگ زدگیان گپی انوارا که گوش کردگی دیگه فکر میکنی که تمام دین در دست یمونا های. چی میدانی که همه این شیخا را جمع کرد خاک پای ابو حنیفه نمیشه، خاک پاش. ولی بخوان یک بار عمر ایرا حیاتی را بخوان، بعد میفهمی که تقوا چی بوده، علم چی بوده، حیات چی بوده. بر همین است که من بسیاری وقت چرا شما را میگم پیروی از مذهب ابو حنیفه کن. شما بینید تقوای حضرت بین که میگه یک همسایه داشته است بسیار ظالم بوده و بسیار منشأ و همون درآمد شایرای حرام بوده است. یک بار نگاه کرد میگه که همون دسترخوان خانه همین را میگه خدمتگاراش بردن در همون دریایی که از جا مردم ماهی میقبه در اونجا تکیدن. میگه تا زمان ابو حنیفه حیات بود دیگه ماهی نمیخورد. میگو نخر ماهی را که نان همی آدمی ظالم خوردگی ماهی خوردن بس کرد. تو میتونی همین آدمی که زبانت درازه برای ابو حنیفه همین کار کرده میتونی؟ تو گشتمانی خدا دانا اگیری ماهی چیه اولی؟ یک گوسفند میگه یک گوسفند در شهر کوفه میگه گم شید. نامعلوم که او را دزد دیدن، نامعلوم را یگان گرگ خوردش. میگه پرسید که همین گوسفند چند سال عمر داره؟ شاید گفتن 7 ساله یا 10 ساله. همو قسال میگه گوشت گوسفند نخورد، یکی مبادای همو گوشت نباشه. اینها را برادرای از احتیاط میگن، اینها را تقوا میگن که اون مردکا به این منزله و به این مقام رسیدن. ولی تو آدم نادانی بفهم که نمیفهمی، یگان بگیم اکما او را عالم هم نمیگم. او کسایی که ابو حنیفه را سنگ زدن و ایراد میگیرن اونها دشمنای دینن. زیرا ابو حنیفه را دوست داشتن سنت های. ابو حنیفه در دین سهم داره، خدمت کردگی های. برای همین فریب هر یک گروه ها و فریب هر یک ابله ها را نخورین. شما کردار ای را ببینین، عمل ای را ببینین. قاضی ابو یوسف که یکی از شاگرداش بود میگه یک شب خانه مدام مهمان شید ابو حنیفه، یک شب مهمان شید. میگه بعدن میگه گفت که امشب همینجا میمونم.
میگه بعد نماز اشاره خواندن یعنی بعد نماز خفتن خواندن. قاضی ابو یوسف میگه که یکی به زبانش یک آیتی را خواند وامتازوا الیوم ایها المجرمون وامتازوا الیوم ایها المجرمون. ای آیت ای سوره مبارکه یاسین است. یعنی روز قیامت خداوند گناهکارها را از آدمای ثوابکار جدا میکنه. ابو حنیفه میگه در ذهنش همین گذشت که آیا من در کدام گروهش باشم. قاضی ابو یوسف میگه وقتی دیدم که آیت تکرار شده سای از پیش حضرت رفتم. میگه با والله قسم میگه برای نماز بامداد پیشش آمدم همون جای نشستگیش ده و همین آیت تکرار میکرد و از دیده هاش آب میریخت که آیا روز قیامت از کدام گروه باشم. برادری عزیز و همون کسی که باور کرد ابو حنیفه را در نسبتش نگاه بد داری ترازی 100 دنگل بزنن 100 رد بزنن آوای چشم نمیغلطه. این مردک با یک آیت قرآن که حالم چی میشه تا روز گریه میکرد. تو دهنت پری خنده میروه با میروه گشته مراجنی میخری و ابو حنیفه را تنقید میکنه. صدقه نام ابو حنیفه کنند. این سوال برادر عزیز معناش همینه. دیگر سوالش میگویند شخص یک نمازش را قضا کند زنش طلاق میشود. این درست نه؟ درست نیست. کسی نماز شب ترک میسازه برادر عزیز قصدن باشد گناهگار میشود. قصدن باشد گناهگار میشود. لیکن با ترک نماز برادر عزیز زن آدم طلاق نمیشد. لیکن اگر نماز حقارت کند نماز منکر شود نماز مسخره کند انجا زنش طلاق میشود. خب سوال دیگر درباره به قسم ها جدا کردن توحید مثل الوهیت و ربوبیت و غیره که اینها را تقسیم کرده است میگفته. انا برادر عزیز البته توحید به 3 قسم تقسیم میکنن. بعضی علما به 4 تقسیم کردن. یعنی توحید البته همون الوهیت اسما و صفات و ربوبیت. ولی کی تقسیم کرده است؟ اکو تقسیمات البته جانب علما میشه. از جانب دانشمندایی به آیت قرآن ده هم اگرچه البته هست در باب یعنی بگیم الوهیت و ربوبیت و اسما و صفات، ولی تقسیم کردنش به 1 2 3 البته جانب عالم ها برای اکو آسان شدن برای فهمیدن که مقصد توحید ربوبیت چیست یا توحید الوهیت چیست یا توحید اسما و صفات چی معنی دارد. یعنی برای آسان شدنش اینا تقسیم کردن. ولی برای ما ضرور نیست داداره عزیز که دانیم که اینا کی کرده. ما در دانستن این مهم است که آیا توحید ربوبیت یعنی چی، توحید الوهیت یعنی چی، توحید اسما و صفات یعنی چی، اینا چی هستند، چی نقش دارن، چی معنی دارن. انایش برای ما ضروره. سوال دیگر یک دوستم گفت که در روز قیامت امتان پیغمبرمون به 73 گروه جدا میشوند. تنها یک گروهش به بهشت میروند، 72 گروه دیگر به جهنم میروند به خاطر پیروی از بدعت و داملاها و اشانهای امروزه از همین گروه هستند. خواهش میکنم یک جواب دهید به این شخصا. یعنی حدیثی داریم برادر عزیز، پیامبرمون گفتن که امتهای پیشین با 72 فرقه جدا شدند، یعنی با 72 گروه، ولی امت من با 73 گروه جدا می شود. گفتن کلهم فی النار الا واحده و هو الجماعه. در بعضی روایت ما انا علیه الیوم و اصحابی،
یعنی گفتن امت من 73 فرقه می شود، 73 گروه می شود. 72 این گفتن جهنم می روند، عذاب خدا را می کشند. یک تایش که اهل سنت و جماعت است، یا یک تایش که از رویش من و رویش اصحاب من کار میگیرن، اینهاش داخلی جنت. معنای حدیث همینه، یگان جای دیگر شرح توضیح نداره. لیکن برادر ما از روی غرضش که امروز ایشانا و داملاها یعنی در همو 72 گروه میدرویه، مرا گمانم همیه که همو کسی که همی گپ میگه همو خودش در همی 72 هست. زیرا الحمدلله رب العالمین هر یک مسئله را که شخصا مثال من خودم هر یک مسئله را که بیان میکنم برای شما من ادرس شا میگم، یا حدیث پیامبر را میگم، یا کردار صحابه را میگم، یا قول علما را میارم، مثل ابو حنیفه است، مثل امام محمد است، مثل ابن حجر اسقلانی است، مثال انا دیگر. مقصد عالم ها الحمدلله رب العالمین که صاحبای کتابند، همه اونها مقصد دلیل ها و حجت ها آوردند. برای همین یعنی نفرهایی که البته به این داملاها و ایشانها را نسبت میتن گویا همه اینها جهنم میروند، اینا همش بغضه برادر عزیز، همه اینا کینه. در همه دور زمان در نسبت عالما و دانشمندا سیاه بدبینی ها بود. ولی الحمدلله رب العالمین که وقتی ما را کسی غیبت میکنه میدونه که ما چند قدر برد به دست میاریم. میگه یک نفر امام حسن بسیار در یک مسئله در یک مجلس بسیار غیبت کرد، بسیار. بعد یک نفر آمد گفت حضرت بسیار ناراحت شدم، یک کس در مجلس گفت خطاب بسیار غیبت کرد. گفت کی بود؟ گفت فلانی. این را نسبت میتن به حسن بصری را میگن، گویا که امام حسن نبود، میگن این حسن بصری بود. خیلی بگذار خواه حسن بصری بود خواه امام حسن بود، کسی بود. میگه اینا یک توقع گرفتن پر از خرما و خانه همون رفتن، خانه از همون رفتن. بعد یعنی که خانه همون نفری غیبت کننده رفتن، بعد چیکار کردن؟ بعد میگه خرما را داد و گفت که برادر عزیز در عوض نیکی ها، در عوض خدمت کردگی من یک اندک چیز آوردم، به همین خاطر بخشش گفت او قدر اجر ثوابی که تو مرا دادی اکنون این را به یک توقع خرما عوض کرده نمیشه. ولی قوت تواناییم همین بود، مرحمت گفتم. برای همین نفرایی که داملاها را تنقید میکنند، ایشانها را تنقید میکنند، برادرای عزیز، اونها اجرهاشون ما را میتن و کمبودی های ما را اونها میگیرن. خیلی سوال دیگر. چرا شما تلفنو خب سوال دیگر. بابا جان مدتی چند سال می شود در یک حالت خیلی بدم، در وقت نماز هر گونه سخنهای شرکی دشنامهای قبیح می آید در دلم، هر چند می خواهم دور کنم اما نمی شود. بسیارتر در حالت نمازهای جماعت همین خیلی می شوم. مصلحت دهید که چی کار کنم و در حقم دعا کنید ایمانم مستحکم شود. انشاءالله حاضر ایرا من با یک سوالی که برادرها در باره جین سوال کردن که اینم یکی از همون علامت های بگیم زوراوری جین یا توانایی جین بر انسان که شد، بعد همین
بیماری در ما پیدا می شود. حاضر من بعد این سوال ها را جواب گفتن، خدا خواهد اینها را بعد یک جایه کرده جواب میگم. سوال دیگر، زن به طرف شوهرش گوید که شوهری زن به طرف شوهرش گوید که شوهر یکمم را دوست می‌دارم. در این حالت شوهر دوم دیوس می شود و شما چی مصلحت می‌دهید به این زنها استاد جان؟ اکو خیلی وقتی که زن شوهر میکنه، زنی شوهر دیده بگیم، وقتی شوهر میکنه در پیش شوهرش وقتی بگه که همون شوهرم سیو مرده که خوب بود، اگرچه مردگی هم که باشه، مردک دیوس نمیشوه، لیکن همین زنک در نظر همین مردک بسیار شوم میشوه یا حتما یگان حقارت، حتما یگان گپی بلند میشوه. خیلی که اگر در پیش زنک مردک زن دیده بیا ای زن یکمش تعریف کنه بگه مقصد او زنم زنی زور بود، همین زنک چه خیلی حس میکنه. برای همین من خواهرای عزیزه، برادرایی که زن دیده این، خواهرایی که شوهر دیده این سخنها را بود در زندگی تان راه نتین. مرده زنده دیگر اکو او را بالکل فراموش کنید. دیگر ای روی دیلای ای تای دیلای همین مردک مثال خدا برکتت بته مطرب، یعنی در زندگیم بگیم بهترین چیزی که یافتم توی اگه چیزی ایدستم بیاد در حقت خدمت میکنم. یعنی با سخنهای نیک زندگی تان شیرین کنین. خواهرای عزیز، برادرای عزیز، ای همین نمیدانم ای خیلی ای گپ یک زنی میگد که وای گفتی هم مردم خوجندی انا پدر نداره. ای خیلی برای کمتر مردکی که اگر یک ناموس و یک غیرتش باشه بسیار سختش میرسه. برای همین خواهرای عزیز در این مسئله بسیار احتیاط کنید، بسیار احتیاط کنید. و برادرای عزیز شما هم وقتی زن میگیری، زنی مثال سردادگی داشتی، زنی مردگی داشتی، در پیش اینها صفت تعریف نکنید. حتی در حیات مادرمون آیشم همین حالت شدگیه. وقتی میگه در پیش آیشه مادرمون حضرت خدیجه را اولین زنش وقتی پیامبر تعریف کرد، آیشه مادرمون بسیار ناراحت شد. گفت خدا در عوض او برای یک دختری جوان دادگیه و یک دختری باکره داده. مقصد یک زنی کلانسالی کودکدار را گرفته در پیش ما تعریفش میکنی. پیامبرمون گفت که این خیلی نگو آیشه، زمانهایی که من اسلام پیش میبردم یگانه آدمی که در پهلوم بود خدیجه بود. با مبلغ و پول همو من مقصد روزگذرانی میکردیم و همچنان دستگیری مردمی مسلمان میکردیم و همه فرزندای من از جانب حضرت خدیجه. گفته پیامبرمون مقصد خصلت‌های او را در پیش آیشه گفت. ولی این چیز کاری خیر نیست. یعنی هیچ وقت تعریف نکن که او شوهرم بسیار شوهری زور بود. این خواهر عزیز یعنی این معنای را دارد که تو ای زندگی یعنی هیچ خواهشی نداری یا اینکه این زندگی را تو باید که پاره کردنی یا از بین بردنی. حتی یک زمانی همون لحظه های گوارا ده هم همین عیناً همین چیزا بگیم مثل یک نقش آفریدن که اخیر همون مردک نابود کرده، لیکن تعریفی همون شوهر دیمش بس نکرد. برای این مسئله را
احتیاط کنین خواهرها از این گپ‌ها را نزنین. در نماز پیشین و عصر امام زم سوره ها رو بلند کند چی می شود؟ با سبب پس خواندن سوره در پیشین و عصر سبب پس خواندنش چی است میگم؟ در نماز پیشین عصر انا وقتی سوره ها را بلند خوان در مذهب خودمان ترک واجب می شود. ترک واجب می شود. یعنی باید سجده سهو کنم. باید سجده سهو کنم. وقتی امام پیش در آمد نماز پیشین و نماز عصر. اگر نمازهایی که بلند خوانده می شود مثل بامداد یا شام یا خفتن اگر یا را پس بخوانم اینجا هم ترک واجب می شود باید سجده سهو کنم. ولی علتش برای چی پسته بلنده بعضی کتاب‌های فارسی آوردن لیکن این حجت نیست. این حجت نمی شود که گفتن برای آن است که در بامداد که مشرکا خواب بودن پیامبر بلند میخوان. پیشین عصر در که بیدار بودن آزارش نتیان گفتن پس میخوان. این دلیل نیست. با همون طرز تعلیم نماز کرد همون تعلیم جبرائیل یعنی تعلیم الهی برای ما دستوره برادر عزیز. انا فتوای ما هم دلالت ما هم همین است که جبرائیل همین خیل نماز تعلیم دادگی. اگر آدم تنها باشه عبارای فقهی داریم که والمنفرد و خیرت این ادا میگه اگر تنها گذار باشی 5 وقت نماز بلند میخوانی پس میخوانی اینجا سجده سهو واجب نمیشه. خواه بلند شد بلند خواه پس شد پس خواندن بگیر هیچی باکی نداره. ولی فقط این خاصه امام قطعی قوم شه برای آدمی تنها گذار هیچی باکی بلند هم که خوانی هیچی زیانی نداره. درسته مقصد. سوال دیگر ورقهای کهنه شده قرآن رو چی باید کرد؟ یعنی ورقهایی که کهنه می شوند یا وقتی که ورق می زنیم از حساب بسیار کهنه شده را می ریزند یا ورقهایی که در او برادران خواهر عزیز ما و شما یگان حرف های بگیم مسلمانی حدیث آیت می نویسیم. وقتی همه اینها مقصد جمع می شوند بیکاره می شوند آیا اینها را مقصد ما باید چیکار کنیم؟ اینها را موافق مسئله ها میگرند که در یک سان ما میگیریم قرآن همون کهنه را یا ورقهای کهنه را یا ورقهایی که در اونها آیت های قرآن و حدیث های پیامبر نوشته شده همه اکشم میپیچونیم و در یک جایی میبریم که اونجا مقصد راهی گذاری مردم نیست. یک جایی که قدم مردم در بلوش نمیزنن یک جایی که الهیده ده میبریم مقصد میگرانیمش به همون وقتی او به خاک مبدل میشد میرود. یعنی هیچگاه همون حرف های قرآن یا اینکه بگیم ورق هایی که در اونها از دین من چیزی نویسنده شده باشد اونها را حقی سوزاندن نداریم فقط حقی زیر خاک کردن ده اینا اجازت های. دیگر سوالی که دادن گفتن من ختم کرده دانشکده اسلامی ام طریق درست امر معروف را بر ما تعلیم دهید چی کنیم که در مردم پذیرایی پیدا شود. یعنی کدام دادر ما ختم کرده دانشکده اسلامی بود است از ما خواهش کردن که طریقه درست امر به معروف فهمونیم. اکو برادران عزیز و گرامی من سوال و جواب پیشتره ده از همون
нафаре ки мардум аз даъваташ безорӣ талаб кардан ки мардума фақат ҳукми ба куфр медиҳад, ман дар унҷа ҳамун қоидаву қонунҳоро дар як саволу ҷавоби валлоҳу аълам 22 буд ё 23 аст, шумо дар ҳамунҷо пайдо карда метавонед. вале ин қадар гуфтаниам ки бародарони азиз ва гиромӣ, амри ба маъруфа тарзе кунем ки барои он ки гуфти худат пазироӣ пайдо кунад, қабулият пайдо кунад, аввалан аз худат вобастагӣ дорад ки худат ба он чизе ки мегӯй худат амалкунанда бош ва чизе ки мегӯй ба хотири худо гап бизан. вале ҳамин амри маъруфое ки мардум домлаҳо мекунану вале ҳеҷ пазироӣ намешавад, аз ҳамин чизҳое ки ман мегӯм аз ҳамино холиам, барои ҳамин пазироӣ пайдо намекунад. аз ин лиҳоз чӣ қадар метавонӣ додари азиз дар амри ба маъруфат суханҳои қабеҳра ҷой накун. ҳеҷ каса даюс нагӯ, ҳеҷ каса яъне номусалмон нагӯ, ҳеҷ каса мақсад и худозадаву бадбахту ин калимаҳоро дар амри маъруфотон ҷо накун. ира амри маъруф мегӯянд, яъне далолат ба кори неки хайр. ҳамон одамое ки дар гирди ту омадан шиштан, вақте шумо ба тарафи амно мегардин шумо бадбахтен, шумо фалонен, шумо даюсен, шумо дигарен, бародари азиз ва гиромӣ, худат ки дар ҳамин ҳолат? оё ин сухани ту мақсад о чиян, ягон бачаи ҳайвонанд? вақте ту онҳоро ин гапа мезанӣ, хотири мулло будану домло будану ҳурматат мекунану, вале ин ҳурмат бародари зудай ки ӯ ҳурмат нест. фақат ӯ ҳам як марҳала дорад, баъд дар ягон марҳалаи дигар баъд мефаҳмонанд ки ту мисол куҷо рафтесай ва чӣ гуфтесай. бар ҳамин ҳеҷ вақт амри маъруфотона чӣ қадар метавонед нарм кунед, чӣ қадар метавонед бародари азиз ва гиромӣ бо мардум бисёр бо хушмуомила бош, ҳурматшон кун, қадрдонишон кун. агар синни солат хурдтар бошад, ай болои мардум напар набро. калонтарора мисол ҷой кун, пешошон бихез, дастошона бигир. яъне як амалҳое бикун ки ба ҳамун суннати пайғамбармон, ба суннати асҳоби пайғамбармон мувофиқу мутобиқ бошанд. худта ҳеҷ вақт аз онҳо бартар надон, ҳеҷ вақта беҳтарин онҳо нашумор, ҳеҷ вақт дар байни онҳо ғурору катагӣ накун. иншоалло ана баъд сухани ту пазироӣ пайдо мекунад. иншоалло ту дар байншон муҳтарам мешавӣ. иншоалло ба далолати ту дигар бибин занҳо мардҳо ҳама ниёз пайдо мекунанд, дӯстат медоранд, барои худо дӯстат медоранд. ин аст бародари азиз тавсияи ман барои шумо ки иншоалло ин кор бисёр кори нозукай, ин кор бисёр кори нозукай. меҳрубон хоҳони ӯ ҳастам ки дар ин лаҳзаҳое ки бо шумо будам, бо шумо саволу ҷавоб кардам. умедам ҳамин аст ки худо тавфиқи ҳам гӯш кардана насибтон кунад ва ҳам майлу муҳаббату хоҳиштона ба дини худо зиёд кунад. ва бародари азиз, боз ҳам такрорам ки шавад, ҳамин саҳифара, ҳамин саҳифаи Нур ТВ-ра дастгирӣ кунем бародари азиз, дастгирӣ кунем ва дар имо ки рақамаш 770 07 00 03 ҳамин имои ҳамида шумо метавонед саволҳотонро дар ҳамин имо равон кунед. яъне ҳамон 770 боз мегӯм 07 00 03 ҳамин имо, дар ҳамин имо
саволотро равон кунед, иншоалло ҷавобҳошро шумо мегиред. вале дастгириро бародари азиз фаромӯш накунед. иншоалло мо тасмим гирифтагием ки худованд агар ягон офату мушкилота боломон наёрад, мо аз ҳамин тариқаи ҳамин Нур ТВ бо шумо иншоалло суҳбатҳо дорем. бо шумо иншоалло мақсад ҳар чизе ки аз дидгоҳи дин бошад ман ба самъи шумо мерасонам ва ира ҳам барои худам иншоалло як бисёр кори хайр мешуморам ва аллоҳи меҳрубона ҳамеша ташаккур мекунам ки худованд ҳамин фикра бигем ё ҳамин маслиҳата барои мо насиб кард ки аз ҳамин тариқам ки бошад бародарои мо бархурдор мешин, огаҳӣ пайдо мекунем. бо майлу муҳаббатон ба динтон зиёд мешавад. дар ҳаққи мо ҳам бародари азиз ҳамеша дуогӯ бошен, зеро бисёр замонҳо замонҳои пурфитна шидаем. фитнаҳои замона беҳад зиёд шидаем ва бисёри бисёр касу нокас дар ҷомеа зиёд шидагиям. бадхоҳҳову бадгӯйҳо зиёд шидагиям. одамҳои ғараздор бисёр шидагиям. бар ҳамин бародарои азиз дар ҳаққи мо ҳам доим дуогӯ бошед. манам дар ҳаққи шумо ҳамеша дуо мекунем ва аз ҳамин иншоалло шабака, аз ҳамин саҳифа худо хоҳад ман ба шумо чизе ки ай дасту меояд, чӣ тавоноиро ки аллоҳ додаём, ман иншоалло дар шумо хизмат мекунам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.